السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ونصرته. دوستان و برادران عزیز، الحمدلله که این حال ما قدم به شهر مسکو زده سوده ایم. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگهبان باشه و تمام جمله مسلمانانی که بیمار هستند الله اونها را شفای کامل عاجل عطا فرماید. الحمدلله که قرآن گرفتیم برای برادرانی که حجامه گیری میان، برای اونها خواستیم که یعنی قرآن تحفه بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که قرآن را بخوانین، قرآن را تلاوت بکنین، بدرسی که قرآن روز قیامت شفاعتگر می باشد برای همون شخصی که او را تلاوت میکنه و در یک حرفش ما 10 ثواب میگیریم. با من خاطر یعنی ما خواستیم که همین تحفه را بهر برادران و خواهران انشاءالله که پیشکش کنیم و انشاءالله که رقم ها اینه میجا میبینین و ادریس های ما را در روی اکران میکرایون پیروگو مایا دام 29. رقم های ما 8966 38 92 92. باقی در امان الله با دعا باشین، از دعای صالحتان ما را فراموش مکنین. السلام علیکم. سلام علیکم برادران. امروز پهلوانای اکای رسول باقی اومدگی های قاضی جان برادران همشون امروز قاعده بغدادی شما میتونید شاگردای که رسول واقعی افتادن ای زلی هم برادر اومدن. چی گفتن برادر عزیز؟ چی گفتن در مسئله ما؟ عجیبات بود که از دور آمد درستون درد نبیدن. آمین. اصلاحی و شرایط خوبه؟ مرحمت کنیم بیاین به خدا به همه شرایطش زوده اصلاحی معقوله؟ اصلاحی بهترین خدا چی گفتن یکا؟ ما گفتن که بیاین ما در خدمت شما مییم. سلام علیکم. سلام علیکم برادران. اینا بچهای ورزاب اومدگی ها. اینا اینجا اومدن حجامه کردن شد الحمدلله. چی گفتن این برادرایی که حجامه میان؟ کتاب قاعده بغدادی گرفتین نه ماشاءالله. قاعده خوب داشته ثابت میشن بیاین بکنیم. خب چی گفتن یکا خودت؟ من چی گفتم که بهترین کاره سنت پیامبره، مقصد سبک میشه دیگه، اما درد و کمو بالا میبره. ماشاءالله. اینا برادران. سلام علیکم برادران. همین 2012 تو همین روزا یک علیمیده داشتم در تنم. فقط اولش که الله خودش دیمش سبب شد همینجا اومده مقصدم هجومه را کردیم. این آوازی شکر الله خود ما سبک کردم اکوش دست پروری کنم. خدا نگهبان باشه. برادر با همه شرایط ها هست میتونیم که با بعد هجومه یا چایکاوات دیگه فکر کنیم بیایم مشغول انتظاره. خدا نگهبان باشه.